مرسی به خاطر ساندویچات. از مجموعه رقص کاغذپاره ها نوشته محمد یعقوبی. کاری از گروه چهارسو، استکهلم، زمستان 2014. الو سلام علیک. از بندر انزلی یه ریزه خوشحالم. آره پیداش کردم، پشت پنجره واسطه داره ساندویچ میخوره. به خدا پشت پنجره واسطه، این گاو گشنه است. این سومین ساندویچش خورده الان. آخه یکی نیست بهش بگه تو که کونشو نداری پا میشی میری کد. خیلی خوب خفه میشم. بیا بچه، ماما میخواد باهات حرف بزنه. بقیه اون ساندویچ لامصب رو بذار بعد تلفن بخور. با تو هم شبا همش به میخونه میرم. الو سلام. خوبم. خوبم خیلی خوب. نه خیر الان نمیتونم توضیح بدم. اوی با مامان درست صحبت کن بچه. وای به حاله الان نمیتونم. پیدات میکنم. باشه. وای به حالت. الو اینم شاپ سرت. حال میکنی؟ همین که اراده کردم پیداش کردم. تا یه ساعت دیگه راه میفتیم. من خستم ماما، یه استراحتی باید همه اینایی که داری میگی من خودم میدونم و ماما. خیلی خوب خیلی خوب چشم. الو سلام علیکم. خیلی چاکریم از ترس. من چجوری حرف میزنم؟ آها خب یه خورده سرم گرمه. آره تو رو خدا حال نصیحت شنیدن ندارم. خیلی خوب تا درست نشدم نمیشینم پشت فرمون. حله تو رو حضرت عباس حالم خوش، مخ ما رو سولاخ نکن. اینجا همین اراده کنی پیدا میشه. اصلا رو دیوارا نوشتن آب موجود است. یا مثلا به یکی میخوری برمیخوری تو خیابون واسطه همینجوری میگه آب. باحالن اینا. من واسه همین را نیفتادم دیگه. گفتم اول یه ذره میزون شم بعد. خب کاری باری چاکریم. مامان کاری نداره؟ الو جانم. اینو که بهم گفتی ماما. خیلی ای بابا، تا خبر مرگم درست نشدم راه نمیافتم دیگه. مامان جان اگه همینجوری بخوای حرف بزنی فقط شرکت ارتباطات سیار رو خوشحال میکنی. خیلی خوب چشم. خداحافظ. اگه هنوز سیر نشدی بازم برم بگیرم. اگه حال نداری حرف بزنی میتونی اون کله لامصب تو تکون بدی که من خاک بر سر بفهمم چی کار باید بکنم. نه یعنی چی؟ نمیخوای دیگه؟ نه. ولی این شهر خوشم اومده یه جورایی. مردمش خیلی باحالن. تو چند وقت اینجایی؟ اوی کری بچه؟ چی گفتی؟ حال داری یه خورده گپ بزنیم با هم؟ خب تو چته بچه؟ چیزیم نیست. نه بابا. خب چرا نمیگی چه مرگته؟ سخت نگیر. من چیزیم نیست. نمیگی؟ خیلی خوب بذار خودم حدس بزنم. تو یه روز داشتی از خیابونی بیابونی جایی رد می شدی یهو چشت خورد به شازده خانم. قلبت شروع کرد تاپ 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 زدن. تو باورت شد که این شازده خانم همونیه که در تموم زندگی دنبالش میگشتی.
یا علی رفتی جلو، رفاقت، سینما، کو، 2-3 ساعت پچ پچ چپ پشت تلفن، خلاصه معتاد. تا اینکه یه روز معلوم شد ای دل غافل، شازده خانم میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه. تو هم داغون زدی به بیابون. درسته؟ زدم به هدف، نه؟ به قول معروف اسب خوب و راه رفتنش میشه شناخت، آدم عاشق و انیگاش. آتیش داری؟ نه. سیگار میخوای؟ نه. تسکینت میده، میشینی خاطرات مینویسی. آی عشق عشق عشق، یه قلب میکشی یه نیزه وسطش گذشته. اینجوری نفسهای عاشقانه عثمان نکشه. چجوری پیدام کردی؟ خیلی آسون. عکس رو تو روزنامه چاپ کردیم، اولا یکی زنگ زد گفت تو رو تو قم دیده. من میدونستم به گروخون تو قم نمیخوره بری قم، اما مامان اصرار که بریم قم، الا و بلا بریم قم. رفتیم قم، پیدات نکردیم تو قم. اونجا زنگ زدیم خونه قم. بابا گفت چند نفر زنگ زدن، یکیشون گفته تو چالوس دیدتت، یکی رو عراق دیدتت. خلاصه خیلی هم زنگ زدن گفتن تو خود تهران دیدنت. هفته پیش یه بابا اینجا زنگ زد، قسم آیه که تو رو دیده. ما هم شماره تلفن یارو رو گرفتیم، همینجی که پام رسید اینجا رفتم پیش یارو هم نشونم داد دیگه هر رو کجا تو رو میدیده. خلاصه شاپ سر خوب ما رو علاف خودت کردی، خوب. حالا ببینم چته. چیزیم نیست. افتخار نمیدی حرف بزنی دیگه ها؟ آره ما شدیم اون بابا جایزه بگیره. اسمش چی بود تو فیلم چند دلار بیشتر بازی میکرد؟ چیز بود؟ ما هم برای جایزه گذاشت، ما هم افتادیم دنبالت. جایزه گذاشت؟ ای بابا خوشمزگی سرت نمیشه؟ تقصیری هم نداری، عاشقی دیگه. آره این زنا تنها کاری که بلدن همینه، مردا رو هوایی کنن و زرت بچه بزن. من الان میدونم چه فکرایی تو سرته، به خدا میدونم. میخوای بهت بگم تو الان به خودت میگی اگه اون مال من باشه دیگه تو زندگیم هیچ چی نمیخوام. الان برات معنای خوشبختی یعنی رسیدم به اون. من همینجوری فکر میکردم آدم مولولکی ازدواج میکنه، خیال میکنه چه خبره. اون وقت 6 ماه بعد، به خداش درست 6 ماه بعد، هر مردی با خودش میگه چی فکر میکردیم چی شد. اما خب کلش رفته تو پی‌طلبی و دیگه هم در نمیاد. بچه خوب به حرفام گوش بده، دارم برات از مضرات ازدواج میگم. فقط 6 ماه اوله که آسمون قشنگه، شما به هم میگین دریا چقدر قشنگه، لک لکا چقدر قشنگن، گاوا چقدر قشنگن. بعد 6 ماه فاتحه من صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ازدواج بعد پدر سوخته آدمو در میاره. میفهمی منظورم چیه یا بیشتر توضیح بدم؟ اولاغ جون نمیتونی یک کلمه جواب منو بدی من تکلیف خودمو بدونم؟ تو زیاد حرف میزنی. اتفاقا یه اون حرفایی که خانم ما هم تو دهنمونو وا میکنیم به اون میگه. البته 6 ماه بعد ازدواجا، اوایل که میگفت سیا جون با هم حرف بزن، اما حالا تا دهنمو وا میکنم به میگه تو زیاد حرف میزنی سیا. بابا ای خدا این زبون و لامصبو برای همین خدا داده بهمون دیگه که باهاش حرف بزنیم. آخه لامصبا حالا اون زنم یه چیزی میگه اما تو دیگه خفه میفهمی؟ داش کوچیکمی، حق دارم باهات حرف بزنم، تجربیاتمو در اختیارت بذارم، مواظب باشم اشتباه نری. اگرم صلاح بدونم حق دارم بزنم پس کلت. گرفتی چی میگم؟ پس گوش بده، دردت نمیاد بچه. حرفای من واسه دواست. ببین بچه بذار اینجوری بهت بگم، اگه اون شازده خانوم هرچی بهت گفته تالا کشکه، اگرم باهات رفیق شده بود فقط به خاطر چشم همچشمی با رفیقاش بود. همینه که الان یکی دیگر رو پیدا کرده گذاشته به امان خدا دیگه.
وقتی همچین اتفاقی میفته تو باید بدونی که حکمتی پشتش هست. من نمیگم زن نگی، بگی لامصب بگی، اما عجله نکن. تو آخه کی الان بهت زن میده پشکه؟ سربازی که نرفتی، جون که نری، کم میاری بدبخت. پول نداری. من موقع ازدواج کلی پول تو حسابم داشتم. اینه که بهت میگم عجله نکن یا تاقام میزنی. احساساتی هم نشو، سعی کن جفت خودتو پیدا کنی. بله سخته اما میارزه. یا نمیشی مثل من خر احساساتی شدم. ببین زنی که جفت آدم نباشه، آره احوال آدمو تحویل میگیره، تو به خود میگی وای چه فرشته‌ای گیر اومده، اما به خدا 6 ماه بعد میرسی به همونجا که گفتم چی فکر میکردیم چی شد. زن ناجور بگیری کارت ساخته است بدبخت. زن ناجور یعنی گیر سپیچ. ببین من به 1000 زحمت تونستم از سرم واکنم، میخواست بیاد مام، فکرشو بکن. یکی هست که هر جا میخوای بری میخواد باد بیاد. هر جا میخوای بری باید بهش توضیح بدی کجا داری میری. تو یه آدم آزادی، قدر آزادی تو بدون بدبخت. به همین زودی خر نشو. من خر شدم تو دیگه نشو. بذار بهت بگم مشکل ما مردا چیه دیگه. ببین هر کدوم ما مردا با زنی ازدواج میکنیم که رویای یه مرد دیگه تو سرشه، مردی که اصلا تو زندگی واقعیش وجود نداشته و نداره. مثلا یه سرخپوست یا مردی مثل این مردی که آلپاچینو تو فیلم کارلیتوس وی. تو باید بگردی جفت خودتو پیدا کنی. گول خوشگلی دخترها رو هم نخور بچه. گول خوشگلیشونو نخور. چی دارم بهت میگم؟ ببین فقط 6 ماه اوله که خوشگلیشون برات مهمه. بعد 6 ماه اصلا دیگه برات مهم نی که این بابا چقدر خوشگله. دیگه برات این مهمه که غذا بلده درست کنه یا نه، اصلا آدم هست یا نه. تازه به قول یه بابایی زن خوشگل مال مردمه. اینو نمیدونم کی بهم گفته ولی خیلی حرف درستیه. زنت که خوشگل باشه مدام باید بپاییشو تو خیابون به مردای دیگه اخم میکنی که به زنت زل نزنن. سری که درد نمیکنه بهش دستمال نمیبندن بچه. الانم برای اینکه دلت خنک شه به این قضیه مهم فکر کن واقعا که اون هر چقدرم خوشگل باشه، هر چقدرم که خوشگل باشه بالاخره یه روزی پیر میشه دیگه. پیر و پلاسیده میشه، اصلا برای دیدن قیافش باید کفاره داد. نکن تو به اون پنجره لامصب دخیل بستی بچه ها. بگی بشین یه دقیقه دیگه، شاید لازم شد برگشتنی یه خوردم تو برونی، من سردرد دارم. من دیگه باید برم. کجا؟ نمیدونم، همینجوری مستقیم میرم تا به یه جایی برسم. بشین انقدر جفنگ نگو بچه. میخوای همینجوری مستقیم راه بری تا برای خود شعر عاشقانه بخونی؟ آره دیگه، بی تو مهتاب شبی مرسی باز. به خاطر ساندویچو. بگی بشین بچه، من اعصاب ندارم ها. داشتم تو گوش خر یاسین میخوندم تا حالا. من همه زندگی خوستیمو ریختم رو دایره چش و گوش تو باز شه. تو انگار حالیت نیستا. مرسی به خاطر ساندویچات. خداحافظ. گو خوردی. من میذارم تو بری، الان اونجا همه منتظر ما دوتا هن. بشینم، من نمیذارم بری. بشینم بریم این شازده خانم نشونم بده، میخوام ببینم کیه که اینجوری آویزونت کرده. اگرم خیلی دلت میخواد خیلی خوب، خیالی نی، اون شازده خانومو به عقدت در میارم تا تو بدبخت عشق کنی که به آرزوت رسیدی و دیگه خوشبختی. اون وقت 6 ماه بعد میام حال روزو تماشا میکنم و حسابی به ریشت میخندم. بدبخت از همین حالا معلومه که اون زنزلیلای بدبختی دارم میبینم. 6 ماه دیگه از ازدواجت میگذره، برای خانومت شدی عین میز 6 نفره اتاق پذیرایی. اصلا نمیبینتت. میبینمت که بهم میگی داداش اشتباه کردم، از زندگیم راضی نیستم، گوه خوردم. منم میزنم تو اون دهنت، میگم بیشتر بخور، کنسروشو بخور. همینو میخوای؟ بسم الله، اسم و آدرسشو بده دیگه، بقیهش با من. پای کسی در میون نیست. مرسی به خاطر ساندویچ. اگه یه بار دیگه این حرفو تکرار کنی میزنم تو دهنت. گرفتی چی گفتم بهت؟ هوای کار خودتو داشته باش. به خدا میزنم تو دهنت.
بابا اصلا همون اول که دیدم بعد میکوبیدم تو دهنت له لوردت میکردم که اینجوری دور ور نری واسه من پررو نشی. هی اومدم بخندم، با خودم گفتم حالا اشکال نداره دیگه، اولاغه، یه گوی خورده، حتما خودشم شرمنده است دیگه. تو خجالت نمیکشی مردی که اولاغ؟ من از کار و زندگیم دست کشیدم، زن و بچم تو خونه تنهان، 1 ماه علاف تو شدم، از کار و زندگی افتادم. بیکار نبودم که 6 ساعت راهو بکوبم بیام اینجا پیدات کنم تو ساندویچ باید بگیرم برگردم. من ازت نخواستم از کار زندگی دست بکشی علاف من بشی. الانم دارم بهت میگم دیگه دنبال من نیا. این قدم لازم نیست نگران من باشی، من میتونم از خودم مواظبت کنم. مگه قراره به تجاوز کنن که من نگران باشم نتونی از خود مواظبت کنی؟ من نگران آیندتم بدبخت. اگه میخوای با یکی ازدواج کنی باید اسکناس داشته باشی. زندگی یعنی اسکناس، نداشته باشی پشمی. خداحافظ. بچه این ادا اصولا رو بذار کنار ها. من حوصله ندارم ها. الان باید بری حموم، برو خودتو بشور. چی قیافت سنده ها شدی؟ من باید برم. دارم بهت میگم اون کیه. به تمرگ اینجا اسم و آدرسشو بده، بقیهش با من. اهل اینجاست؟ گفتم پای کسی در میون نیست. پس کاسه کوزتو جمع کن بریم. من نمیام. من از دست شما فرار کردم. من نمیخوام مثل شما زندگی کنم. ببین بچه، من الان مخم درست کار نمیکنه. با یه زبونی حرف بزن که من حالیم شه. یعنی چی که نمیتونی مثل ما زندگی کنی ها؟ من نمیتونم مثل شما زندگی کنم. نمیخوام مثل شما زندگی کنم. الان 19 سالمه اما هنوز اونطوری که میخواستم زندگی نکردم. از زندگی هیچی نفهمیدم. برای عشق و حالم باید اسکناس داشته باشی خره. تو اون مغازه میتونی کلی پول پس انداز کنی و هشم بری عشق و حال. من تو همینه نمیخوای؟ نه، من فقط میخوام یه مدت اونجوری زندگی کنم که دلم میخواد. پولم لازم ندارم. بچه جون من میخوام کمکت کنم. اگه میخوای کمکم کنی دست از سرم بردار. اصلا فراموش کنی داداش کوچیکم داری. اصلا یه مدت همه تو فراموشم کنی. از وقتی یادمه تو همیشه تو خونه باعث دردسر بودی. هر وقت بابا مامان با هم دعواشون میشد یه جورایی به تو ربط. آره حق با توه. لازم نکرد حرف منو تایید کنی. میخوای بری برو گم شو. مرسی به خاطر ساندویچات. خداحافظ. صبر کن ببینم. پول ساندویچا رو رد کن بیاد بعد برو به کارت. پول ندارم. پس گو میخوری میگی پول لازم نداری. من فقط دلم میخواد ببینم چه جوری گذران میکنی ها. پول شامونه ها رو تا کجا میری تو؟ مرسی به خاطر ساندویچات. خداحافظ. صبر کن. نه نمیخوام. بیشتر از این ندارم همراه. بگیر. لازم ندارم مرسی. بگیر اینقدر چرند نگو. لازم ندارم مرسی. مرسی. خداحافظ. مرسی به خاطر ساندویچات. از مجموعه رقص کاغذپاره ها نوشته محمد یعقوبی. صداها علیرضا نیکی، یعقوب کشاورز. کاری از گروه 4 سو استکهلم، زمستان 2014.